با تیپ اروپایی اومدم خدمتتون بگم دیگه فیلمای هندی رو مسخره نکنین. طرف خالشو برمیداره، تازه خانواده میشناسن، سیبیلشو برمیداره، خانواده میشناسن. اصلا تا آخر نگاه کنی متوجه میشی چرا. شما سخن گفتم اما هیچگاه شما را فریب ندادم. ممکن نیست برای کسب رأی مردم را فریب دهم. همدیگر رو تحمل کنیم. ما نه افراط راستیم نه افراط چپیم. من نه چپم نه راستم. فرهنگ ما دولتی است، مسائل ما حل و فصل نخواهد شد. به جای اینکه دولت فرهنگی باشه فرهنگ رو دولتی کردین. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد. این که میایم به زور میخوایم یه باوری رو، یه اعتقادی رو در مردم تزریق کنیم. باید به وحدت و اتحاد و انسجام در کل جامعه بپردازیم. اینه که ما باید در داخل حتما